اگرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. 46 سال در باسبون جدما کو سومینی فرمان جهاد لیدیجی کردستان دا. دی 19 ترمها 1979 هنده. سومینی دا مزرینر رژیم اسلامی ایرانه فرمانک جهاد لیدیجی گل روجیلات کردستان دا. گلو پارتین روجیلات کردستان مافن سوین سیاسی و میروی ین هری بینگهین سوستین لی داخسوازن وان جعالی پاسدارن رژیم اسلامی و ین تروریست و بی آوای هری دیجوار و بی ربازن لشکری هاتین تپه سر کرن. دیبین فرمانا ده سومینی ده. جیوانن کرد لی سنا، پاوه، محابد و دیورن دینن روجیلات کردستان بی کمی هاتین در وکرن آنجی گوله بران کرن. وکی حکمدار روای سومینی لی کردستانه سلخالی دست بی کمکوژیا جیوان و شلک بیگونه روجیلات کردستانه کر و بی سدان ولاتین روجیلات کردستانه جیالی نونرن سومینی و هاتین شهید کرن. دی برسی وده هزن پشمرگه ین پارتین لی روجیلات کردستانه سینگن سوی کرن مرتالن گله سوی و لی دیجی ارتشا سومینی و گریان. 45 سال جیوه روژه در باسبون. لی فرمانا جهاده یا سومینی بی آواین جور به جور بردوام دیگه. بی گرتن کروشتن جداکاری لی جیسه. استمکه تلانکیرین و ویرانکیرین کردستانه.